من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله هزاران حمد ثنا و شکر برای پروردگاری که ما و شما را توفیق بندگی نصیب فرمود و به این توفیق دادگی او ما بندگی و عبادت او را بجا آوردیم و خصوصا در این ماه مبارک رمضان، در این گرمای سال و در این روزهای طولانی و دراز روزه داشتیم و در این شبهای کوتاه قیام لیل کردیم. خداوند را هزاران شکر برای این توفیق دادگیش و امید دارم که این طاعتهای ما را به درگاهش قبول نموده باشد و این روزه و این قیام لیل ما و شما را سبب شستشوی گناه ها، سبب رسیدن به ضیافت الله در بهشت جاودانی گرداند. ماه رمضان ماه عبادت بود، ماه بندگی بود، ماه شستشوی گناه ها بود، ماه رسیدن به رحمت خدا بود. با این همه فضیلت ها و بزرگی هایی که داشت و پایان رسیده ایستاده است و این شب 27 ماه مبارک رمضان است، شب قدر است و البته هر شبی که خدا ما و شما را توفیق دهد بندگی کنیم اون شب برای ما قدر است. با تعبیری خیلی هم زیبای شاعر هر شب شب قدر است، اگر قدر بجویی بنده، اگر خدا را عاشقانه عبادت کند هر شب برای او شب قدر است. هر شبی که بنده با خدا راز نیاز داشته باشد شب قدر است. ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی، ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. اما عزیزان، چگونه جمهور در اکثر روایات قائل به این هستند که 27 ماه مبارک رمضان، چگونه حدیث امام مسلم است، حدیث امام احمد است، رسول بزرگوار صلی الله علیه و سلم ما و شما را تأکید کردن اگر شما شب قدر میکابید این شب قدر در دهه آخر در شبهای طاق او جستجو کنید، خصوصا در شب
خصوصا در شب 27 در شبهای طاق که رسول اکرم 21 و 23 و 25 و 27 گفتند و شب 27 این است که روایت امام مسلم است. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه روایت میکنند رسول اکرم تا هر کسی شب قدر جستجو میکنه در شب 27 او را جستجو کنه. امشب است شب 27، امشب است شب نزول قرآن، امشب است شب نزول ملائکه های رحمان، امشب است شب مباهات پروردگار بر بندگان خود در ملأ الاعلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظیم. خداوند به عظمتی و بزرگی خود به ما و شما بندگانش به واسطه پیغمبر بزرگوارش در این کتاب انسانساز خود قرآن عظیم الشان خبر می‌دهد که ما قرآن را در شب قدر فرستادیم. ببینه شب گفت خدا، در روز نفرستاد، در شب فرستاد، برای آنکه شب وقتی گفتگوی عاشق با معشوق خود است، شب وقتی راز و نیاز بنده با پروردگارش است، شب وقتی خالگی از بیگانه ها و از ناآشناهاست. با تعبیر عزیزان اللیل جلیس الصالحین، شب همنشین بندگان عاشق و صالح خداست. بنابر خداوند در شب قرآن به پیغمبرش فرستاد، بنابر این خداوند در شب حبیب خودش از مسجد الاقصی به عالم بالا برد و از بیت الحرام به مسجد اقصی آورد. ما فرستادیم این کتاب انسان ساز را در شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر. پیغمبر حبیب من محمد زیبا و نازنین، چی میدانی که شب قدر چیست؟ قدر چی شب بزرگ است، چی فضیلت دارد، چی عظمتی دارد، چی برکات دارد، چی فیوضات دارد. این شب با این بزرگی هاش تو نمیدانی اگر من برای تو را بیان نکنم. خدا گفت، خداوند خودش بیان کرد لیلة القدر خیر من الف شهر. شب است که عبادت بندگان من در این شب برابر است با 1000 ماه عبادتی که در آن شب قدر نیست و نبود. عبادتی که امشب من شما بندگان خدا، جوانای عزیز، موی سفیدای نورانی و تبرک انجام دادیم در پیشگاه خدا. انشاءالله امید داریم قبولیت یافته باشد. برابر است با 1000 ماه عبادت امتای پیشین که اونها شب قدر نداشتند. دویم فضیلت او چیست؟ تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. می فرایند ملائکه های عالم بالا با فرماندهی ملائکه مقرب الهی که جبرئیل امین است به سوی زمین با فرمان از جانب پروردگار خود. امشب
از غروب آفتاب تا طلوع صبح با فرمان پروردگار آفریدگار عالم، با فرمانی که حکم او نافذ در تمام جهان است، ملائکه های عالم بالا برای زیارت ما و شما به این زمین، به این کره خاکی می فرایند. تنزل الملائکه والروح. جبرئیل امین امشب مهمان ماست. امشب ملائکه های عالم بالا در محفل ما شریک دارند، در خاندان ما شریکند. از جانب پروردگار خود آمدن برای چی؟ سلام هی. امشب اونها به ما سلام میکنند. امشب اونها از خداوند برای بندگانش سلامتی میبیارند. امشب جنها نمیتوانند زیان خدا به بندگان خوب خدا رسانند. سلام. امشب شب سلامتی است، سلامتی از آفات، سلامتی از شر جنها، سلامتی از شر شیطانها، سلامتی از شر حاسدها. در روایت هم هست، امام مجاهد رحمت الله علیه می فرمایند با فرمان الهی امشب ملائکه ها در روی زمین گشت و گذار می کنند، در خانه های مؤمن ها تقسیم می شوند، در مسجد ها خانه های خدا، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه های خدا تقسیم می شوند و برای هر کدام از بندگان خدا که خواه راست استاده خدا را عبادت میکنند، خواه نشسته خدا را یاد میکنند، خواه یک پهلو دراز کشیده خدا را به محبت یاد میکنند، سلام میکنند. السلام علیک یا عبدالله، سلام هی. این سلام ملائکه ها، این رحمت اونها، این آمرزش اونها، این دعای آمین گفتن اونها در دعاهای ما تا کی ادامه میکند؟ تا وقت صبح، حتی ما طلع الفجر. وقتی که صبح دمید با فرمان الهی باز این قوه های مسلح زود عمل الهی بازگشت به عالم بالا میکنند و با تا سال آینده به ما خیر و خوش میکنند. امشب فضیلت دیگرش، فضیلت اولش نزول قرآن بود، نزول آیه های اول قرآن بود و حبیب دلها و محمد نازنین در غار حرا. فضیلت دویمش نزول ملائکه هاست برای سلام کردن ما، برای دعا کردن در حق ما، برای آمرزش طلب کردن گناههای ما. خوب عزیز من، خداوند برای چی به پیغمبرش شب قدر داد؟ پیغمبران الهی از نوح سر کرده تا عیسی که خیلی شماری زیاده بودند، اونها هم روزه داشتن، رمضان داشتن، اما شب قدر اونها به خدا نصیب نکرد و نداد. و این فضیلت و برتری و این مکافات برای ما و شما امت محمدی شد. سببش چیست؟ خوب عزیزا در کتاب ها روایت زیاد دارند. یکی از سبباش این است که پیغمبر بزرگوار عمر امت خود دید که بین 60 و 70 به پایان میرسد و تمام، و خیلی هم کم از 70 بالا می شود تا 80 و خیلی هم باز کمتر از 80 تا 90 و خیلی هم با کمتر از 90 بالاست. اکثرش بین 40 و 50 و 60 به پایان می رسند. عمر 60 سال، عمر 70 سال.
عمری که با اکثرش در غفلت، عمری که با اکثرش در جهالت، عمری که با اکثرش در دوری از عبادت خدا میگذرد. فقط سالهای باشماری که او به خود میبیاییم، بازگشتی به خدا میکنیم که مرگ میبیاد و ما رو به سوی خدا میبرد. البته معلوم است در عمر کوتاه، در عمر کم، طاعت و بندگی هم کم است. طاعت و بندگی کم، ثواب هم کم است، پسنداز پیشگاه پروردگار هم کم است. امتای پیشین که 300 سال و 400 سال و 200 سال، کمش 120 و 140 سال عمر داشتن، اونها را طاعتشان زیاد، ثوابشان زیاد. خوب که وقتی که ثواب زیاد است، مکافاتشان زیاد است، معلوم است که مقام و مرتبه شانم عالی است. یا الله، پیغمبر بزرگوار محزون ساخت، پیغمبر زیبار دلش برای امتشان سوخت که خدایا امت من مقام و مرتبه در بهشت از امتای دیگر پیغمبرها پایان تر است. خداوند برای تسلی دل پیغمبرش این سوره مبارکه را فرستاد. حبیب من، از کوتاه بودن عمر امت غمگین نشو. من برای خاطر تو و برای امت تو شب را در ماه مبارک رمضان اعلان میکنم که آن شب اگر امت تو پاس داره، به عبادت بیدار داره، در آن شب به محبت و عشق خدا را یاد کنه، ثوابی 1000 ماه عبادت براشان میتیم. ثواب عمر یک انسان عزیز من 1000 ماه تقسیم به 12 کنه، 83 سال زائدتر بشه، 83 سال و 4 ماه. یک شب عبادت ما برابر عمر یکی از امتهای پیشین است. خداوند به ما توفیق دهد 10 سال شب قدر عاشقانه به اخلاص و محبت، نه برای ریا و خودنمایی عبادت کنیم. ثواب یا الله 800 سال حاصل میکنیم. 800 سال، 830 سال برابر دی امتای پیشین، برابر دی امتای نوح. یا الله، چی خدای مهربان داریم. یا الله، و خاطر این خداوند سوره انا انزلنا را فرستاد و در این سوره فضیلت شب قدر بیان کرد. بنابر رسول اکرم فرمودن من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب قدر عبادت کنه، به عبادت بیدار داره. خوب بیدار داشتن شب قدر عزیزان من چیست؟ آیا ضرورت دارد که ما از اول شب تا صبح تا بامداد خواب نرویم؟ نه عزیز من، در اسلام تکلیفی از قوت بیرون نیست که امشب تا روز بیدار استیم و فردا از کار زندگی ما مونیم، فردا دانشجویا از درس مونن. نه این تو نیست. رسول اکرم در حدیث میفرمایند، بیهقی روایت میکنه، کسی نماز شام در شب قدر با جماعت خانه در مسجد و نماز خفتن با جماعت خانه در مسجد، فقد ادرک حظه من لیلة القدر، گویا نصیبی خودش از شب قدر یافته است. هزار شکرش که پروردگار ما در این یک ماه و خصوصا در این دهه اخیر نمازهای خود با عبادت با جماعت در مسجد میخوانیم و امید داریم که ثواب شب قدر که عبادت 1000 ماه را برابرش است خداوند برای ما نصیب کرده باشه. چه پیغمبری زیبا داره، نگفت که امتی من تا روز خواب دروی، نه نگفت. نماز شام در مسجد با جماعت خانه، من صلی المغرب بالجماعه و صلی العشاء الاخیر بالجماعه، خفتن به جماعت خانه، فقد ادرک حظه من لیلة القدر، نصیبی خود از شب قدر دریافته است. بنابراین این شب
شبی مباحات پروردگار به ما و شما بندگانش است. جوانای عزیز، بنابراین ماه مبارک رمضان به پایان رسیده ایستاده است. تا سال آینده رمضان مبارک می بیاد، اما کی میدان من شما کدام من هستیم یا نیستیم. شما این رمضان کاری کنه که با طاعت، با بندگی، با یاد خدا، با تلاوت که آبادش کرده، بعد از تمام شدن رمضان این قصر زیبای عبادت خود با ویران نکنید. با معصیت و گناه، با دوری از رحمت خدا این قصر زیبای عبادت تان ویران نکنید. شما بنده رمضانی نشوه، شما بنده شب قدر نشوه، شما بنده خدا شوه. همیشه مثل که در رمضان خدا را عبادت کرده، مثل که در شبهای رمضان در نماز جمعه و جماعت شرکت کرده، در دیگر ماها خدا را عبادت کنه، در دیگر ماها عبادت خدا ادامه ده، بنده خوب خدا شوه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند، حضرت عایشه مادرمان که دهه آخر می درآمد، حضرت کرپی خود جمع می کردند. یا الله، لباسای عبادتشان می پوشیدند، یعنی همیشه که حضرت با عبادت خدا بودند. باز در این دهه تیاریشان زائدتر می شد و ایقظ اهله، خاندانشان برای عبادت بیدار می کردند. شما هم به پیغمبرتان تقلید کنه، در این دهه آخر یک چند ساعت خواب رو با شب خیز خدا را عبادت کنه، همراه با خود همسراتان هم بیدار کنه، اونها هم دو رکعت نماز خوانند، خدای خود عبادت کنه. ببینه عایشه چی میگوید؟ شد مئذره و ایقظ اهله یا الله و احیا لیله. خاندانش بیدار میکرد، خاندانش همسراشان بیدار میکردن. برای چی بیدار میکردن پیغمبر خدا؟ برای عبادت. اما ما امروز اگر شبهای رمضان همسرامون بیدارم کنیم، به خاطر غذا آماده کردن بیدار میکنیم. پیغمبر همسراش بیدار میکرد، برای عبادت کردن بیدار میکرد. خوشا به حال مردی که شوهری که خود میخیزه طهارت میکنه، میبیاد دو رکعت نماز میخونه و خانمش هم بیدار میکنه، میره طهارت میکنه، میبیاد دو رکعت نماز میخونه، خدای خود یاد میکنه، بعد از آن چای میکنه، سحری خوری میکنه. خوشا به حال این مرد، خوشا به حال این خانم. یا الله. حضرت عایشه مادرمان از رسول اکرم پرسیدن، یا رسول الله، شب قدر میبیاد و من گویا که در شب قدر چی دعا کنم؟ عزیزان، من این دعا را از مادرمان که پیغمبر خدا به او تعلیم داد یاد گیریم، ما هم تکرار کنیم. یا رسول الله، اگر دانم که فلان شب قدر است، 27م یا 29م، یک شب تاق دیگه مونده است، من چی گویم، چی دعا کنم؟ حضرت فرمودند قولی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. خدایا تو بخشنده هستی، بخشیدن را دوست می‌داری، گناههای من را ببخش، گناههای من بیامرز. ببین عایشه از پیغمبر خدا چی پرسید در شب قدر؟ عایشه از رسول اکرم دعا را پرسید، چگونه دعا کند، چگونه خدا را یاد کند، چگونه با خدای خود مناجات کند، این پرسید. اما امروز همسرای ما اگر عید نزدیک شود، دهه آخر ده، از ما چی بپرسند؟ قند نداریم، چای نداریم، شکر نداریم، رو بیار عیدی ده، کیکس کنیم، پچین کنیم، یا الله دیگه چیزا کنیم. اگر بیچاره شوهر نداشته باشه، بالاش غرغر بسیار میکنه، طبیعت چه خیره میکنه. اما عایشه نه پروای پچین کنی داشته، نه پروای تارت کنی داشته،
نه پروای سنبوسه کنی داشت، زیرا حیات اونها حیات اسلامی ناب بود، حیات با قناعت بود، حیات با مباهات و با تکلف نبود. یا رسول الله به من تعلیم ده که شب قدر دریافت کنم چی دعا کنم؟ حضرت گفتند گو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. بنابراین حدیث رسول اکرم عزیزان من به ما میفرماید که امشب شب دعاست، امشب شب آمین گفتن ملائکه ها در دعاهای ماست. یک جای دعا کنیم پروردگارا روزه های داشتگی ما را به درگاهت قبول نما و نمازهای خواندگی ما را با همراهی کمبودی هایش اگرچه لایق درگاه تو نیست به درگاهت قبول نما. پروردگارا در این شبهای مبارک رمضان هزاران هزاران بندگان گناهگار از آتش دوزخ خلاص می‌گردانید، ما را هم از آزاد شدگان آتش دوزخ گردان. پروردگارا به حرمت این شب مبارک، به حرمت لحظه های نزول رحمت، به حرمت آمین گفتن ملائکه های رحمت در دعاهای ما، پروردگارا بیمارای ما را شفای کامل عنایت فرما و به فرزندان ما را فرزند صالح نصیب گردان و زندانیای ما را از زندانها خلاص گردان و قرضدارهای ما را از قرض رها گردان و مسافرای ما را در مسافرتها سلامت بدان. پروردگارا فرزندای ما را از پیروی اسلام و قرآن جدا مگردان. پروردگارا فیض برکات در این جمهوری ما و در این ناحیه ما و در این محلی ما و در خاندان هر یکی از این بندگان نازل گردان. خدایا صلح آرامی را در تمام دولت های اسلامی و خصوصا در منطقه های جنگ زده پروردگارا حاکم فرما. پروردگارا امروز که برادران مسلمان مستضعف ما در غزه و فلسطین به جای افطار، به جای آب و خرما با خون خود افطار میکنند، با خون شهادت خود افطار میکنند، خدایا اونها را از دست ظالمای یهودی خلاص گردان. خدایا مکر حیله های صهیونیستان را بر سر خودشان گردان. خدایا تو قادری چگونه در غزوه بدر پیغمبرت با اندک یراق و اسلحه بالای قوه های مسلح کافرا غالب ساختی، برادران مسلمان فلسطینی ما را بالای دشمناشان غالب گردان. پروردگارا این جوانای ما را هر مراد و مقصودی که داشته باشند و مقصودشان رسان. خدای از راههای دور و نزدیک اینها به خاطر تو آمدیان، به خاطر عبادت تو آمدیان، به خاطر دعا کردن به درگاه با عظمتی تو آمدیان. خدایا هر مراد و مقصودی که داشته باشند و مقصودشان رسان و هر حاجاتی که داشته باشند خدایا برآورده گردان. آمین یا رب العالمین.